کامیون چه؟ خب سلام علیکم، اینجا تراسه و خیلی خوش اومدین به فصل دوم. اگر نمیدونی اصلا تراس چیه و حالا نشنیدی ما رو، تراس یک پادکست گفتگو محوره که ما تو هر قسمت با یک کسی که یک داستانی برای تعریف کردن داره صحبت میکنیم تا داستانش رو بشنویم، بلکه بتونیم داستان خودمون رو قشنگ‌تر بنویسیم. تو این قسمت من یکی رو دعوت کردم که خودم خیلی دوستش دارم و یه داستان خلاصه‌ای بخوام بهتون بگم. تقریبا 2.5-3 سال پیش مثل همه ما تو شهر زندگی میکرد، کار میکرد و همه اون کاری که ما میکنیم انجام میداد، ولی یهو که حالا میفهمیم چرا الان تو دل جنگل داره زندگی میکنه. همون چیزی که شاید خیلیامون آرزوشو داریم یا تصویرشو تو ذهنمون بارها مرور کردیم و امروز قراره که داستانشو بشنویم. ایمان خیلی خوش اومدی. سلام امیر پارسا، خیلی خوبه که حرف میزنیم با هم. راحت باش، یعنی کلا هر چه خاصی بگی کلا راحت باش. یعنی نمیخوام تو مصاحبه بگیری، کاملا گپ و گفتیه که داستانتو بشنویم. من شروع کنم یه سوال بپرسم. اولین سوالم راجع به اون لحظه‌ایه که تصمیم گرفتی که شهر رو بری کنی و بری تو روستا و جنگل زندگی بکنی. یادته چی تو سرت میگذشت؟ واقعیتش خیلی این تصمیم نقطه‌ای و لحظه‌ای نبود. یادمه که یه تایمی و تو اون سبک از زندگی، سبک قبلی. خب میخوام اصلا یکم راجع به سبک قبلی زندگی صحبت کنم. مثلا یکم راجع به اون زندگی شهری صحبت کن که چی بود، چیکار می‌کردی، چه جوری بودی. میتونم از اون موقعی بگم که خیلی به شکل تیپیکال وارد دانشگاه شدم و چی می‌خوندی؟ مهندسی صنایع. خب اون تایمی که ما رفتیم دانشگاه، اگه یادت باشه، فکر کنم نزدیک همین نسبتاً، یا باید دکتر می‌شدی یا مهندس. طبیعتاً. و اینکه برم دنبال علایق و این داستانا بی معنی بود. تصمیم گرفتم مهندس شم. بین این دوتا. آره. و مهندسی صنایع رو انتخاب کردم. انصافاً هم رشته بدی نبود، یعنی بین رشته‌های مهندسی یه چیزی بود که یه دیدی از هر چیزی بهت میداد و باعث میشد که بتونی از بالاتر به مسائل نگاه کنی. تقریبا هر کسی که صنایع خونده اینو میگه. همینطوره، چون واقعا اینجوریه. چون مثلا بهت مدیریت یاد میده، انبارداری یاد میده، تولید یاد میده. خیلی خفنه. بعد ببینم مهندسی صنایع رو خوندی و تا کجا خوندی؟ تا لیسانس. خب و تا لیسانس خوندیم، بعد اومدیم بیرون، شروع کردیم به کار کردن با دوستان صمیمی که توی دانشگاه با هم آشنا شدیم. یه شرکت رو انداختیم و شروع کردیم به کار بازرگانی به عنوان مهندسین موفقی که بالاخره دارن تو رشته خودشون یه کاری انجام میدن. یه چند سالی کار کردیم. اوضاع خیلی عادی بود، یعنی مثل همه. آره، منم یه جورایی آدم همیشه محتاطی بودم، یعنی آدمی که ریسک نمیکنه، سعی میکنه پاشو جایی بذاره که سفته و مثل همه بازم. آره، رفتیم جلو، کارم بد نبود، انصافا خوب بود، اما یه چیزی کم بود که نمیدونستی چیه؟ که نمیدونستم چیه. بعدها فهمیدم که خب مثل همه خب بعدها فهمیدم که خب این قصه من نبود، این کار، اینجور کارها. بعدها که میگی یعنی چی شد که اینو فهمیدی؟ بعدها میره توی فصل بعدی زندگی. خب یعنی تو اون فصلی که تصمیم گرفتم به طور کلی همه چی رو تغییر بدم، اونجا بود که فهمیدم اصلا اون قصه من نبود، با اینکه اصلا ناراضی نیستم، اون بود که الان اینم. خب و از لحاظ درآمد و مالی و پیشرفت تو کار میتونم بگم اوضاع خوب بود، یعنی میشد ادامه داد، اما حس میکردیم با همون بچه‌ای که با هم کار میکردیم، حس میکردیم یه چیزی کمه، یه چیزی درست نیست، یه چیزی درست پیش نمیاد. تو حالتون دیگه، یعنی مثلا جمعی دوستانی که میشستی تو حالتون احساس میکردی که یه چیزی کمه. دقیقاً. و حتی تو کار، مثلا من بعد میرفتم تو جلسات میشستم و یه کارایی میکردم و مثلا کت شلوار، بعد تو جلسه ها باید مثلا یه سیاستی رو پیش میگرفتی، یه چیزایی میگفتی، یه چیزایی نمیگفتی، بعد قبل جلسه با هم تعیین میکردیم که خب الان تو این جلسه ما این چیزا رو میخوایم، هدف این جلسه اینه، پس چجوری باید حرف بزنیم، سیاست حرف زدن چی باشه، و اصلا من نیستم اینا رو. و اون موقع خیلی سعی کردم کم رنگ باشم، اما به هر حال یه پوزیشنی و مسئولیتی بود. این بود که 1 سال آخر تهران رو ما تقریباً تو این فکر بودیم که باید یه تغییر اساسی ایجاد بشه و همه چی هم از یه سفری شروع شد که ما رفتیم شمال و قبلش یکی از دوستای صمیمیمون اومد
یه ویدیو به ما نشون داد. گفت من هفته پیش رفتم یه جا، یه اقامتگاه خیلی باحال، بیا نگاه کنیم. ویدیو رو نشون داد. ویدیو خیلی باحال بود. یاسین بود توش که داشت ساز میزد. از تو ویدیو میشد یه وایب باحالی گرفت و همینجور دعوتمون کرد. یه ویدیو چقدر خفن. خب حالا بگو. خب دعوتمون کرد که بیاین به همراه هم هفته دیگه بریم اقامتگاه روستا زندگی که الان برای من خیلی فراتر از یه اقامتگاه پر از عشق و دوست و خانواده است. هفته بعدش ما رفتیم روستا زندگی و میشه گفت که قصه شروع شد. یه محیط عجیب غریب که آدماش متفاوت بودن، متفاوت نگاه میکردن، متفاوت بغل میکردن همدیگه رو، متفاوت لبخند میزدن. تفاوت یکم باز میکنی تفاوت تو چی بود؟ یعنی میدیدی چه تفاوتی؟ احساس بی‌نقابی به دست میداد. احساس میکردی آدما دارن سعی میکنن که واقعا خودشون باشن. احساس میکردی که اگه یکی داره بهت لبخند میزنه قلبشه که داره میخنده، فقط صورتش نیست. و ما هم جوگیر شده بودیم و خود واقعیمون رو داشتیم سعی میکردیم نشون بدیم اونجا که منم بلدم، دوست دارم خوب باشم، منم دوست دارم عاشق باشم. خلاصه اونجا شد پاتوق ما برای سفر کردن و هر بار که میخواستیم بریم سفر یه گزینه روستا زندگی بود و با همین دوستای صمیمی همه با هم میرفتیم اونجا و رفت و آمد زیاد. تو همون برهه‌ای که تصمیم گرفته بودیم یک تغییر اساسی ایجاد کنیم و نمیدونستیم اون تغییر اساسی ممکن است تغییر زندگیتون باشه. نه، فکر نمی‌کردم به این شکل و به این شدت. این شد که توی یک جای درست، زمان درست، یه اتفاق درست افتاد و ما یه همکاری رو با روستا زندگی شروع کردیم و همه چیز کاملا تغییر کرد. کاملا. همکاری مثلا شرکتتون شروع کرد همکاری کردن؟ نه ما همه چیز رو تموم کردیم. شرکت کلا فصل رو بستیم. آره. فصل از زندگی تموم شد. البته که رها کردنش انقدرم آسون نبود. به هر حال خدافظی کردن با اون همه چیزی که سالها براش تلاش میکنی و کار میکنی و میبری جلو. اما اولش به این فکر میکردیم که خب بریم اونجا باشیم یه کارایی هم اینجا بکنیم، ولی بعد از یه مدت فهمیدم که نمیشه. نه، یا باید بیای یا نیای اینجا. یه حال صفر و صد. ترسات چیکار کردین؟ ترسایی که مطمئنا هر چیزی ممکنه باشه دیگه، اینکه اگه نتونم چی، از صفر دوباره بخوام شروع کنم چی و همه اینا. مهمترینش دقیقاً ترس از نقطه صفر بود. نقطه‌ای که الان توی این حالت از آگاهی خودم میتونم بگم که نقطه خیلی زیباییه. نقطه صفر اونجاییه که آدم‌ها فکر می‌کنن وای من هنوز تو نقطه صفرم، یا دوباره از اول باشه. از اولش، ولی فوق‌العاده است، باید قدرش رو دونست. نقطه صفر نقطه‌ای که انگار تو یه بی‌نهایتی از احتمالات جلوته، یه آزادی عملی داری، انگار به هر سمتی که می‌خوای میتونی بری و دوباره میتونی تصمیم بگیری. نقطه صفر نقطه‌ای که تو میتونی آمدانه متولد شی به اختیار خودت، چون ما به اختیار خودمون متولد نشدیم، آگاه نبودیم از تولدمون، ولی وقتی در طول زندگی تصمیم میگیری و متولد میشی قصه خیلی فرق میکنه. تو آگاهی و همه چیز عوض میشه. تصور کن یه روز از خواب بلند میشی و متوجه میشی که از این به بعد تمام کارهایی که قراره بکنی کاملا متفاوته با تمام کارهایی که تو الان کردی از صبح تا شب. ترسناک نیستی؟ ترسناکه یکم. وقتی بهش فکر میکنی ترسناکه، ولی وقتی داری انجامش میدی مثل یه بچه نوپایی توش، مثل یه تازه متولد شده و همه چی قشنگتره. تو به خودت آگاهی و یک دنیایی از احتمالات جدید جلوته و میتونی هر جوری میخوای بچینی قصه رو. ذهن خودم بهت بگم، به نظر من بخوام این قضیه یعنی خودم تجسم میکنم تو این شرایطی که میگی، بزرگترین ترس من اینه که من تا الان تمام کارهایی که انجام دادم برای بقا. زندگی کردم، پول درآوردم، کار کردم که بتونم رفاه داشته باشم، رفاه رو بیشتر بکنم و تو وقتی تو نقطه قرار میگیری ممکنه که همه اینا رو از دست بدی. ممکنه سرمایه تو از دست بدی، کار تو از دست بدی، رفاه تو از دست بدی. با این ترس چجوری مقابله کردیم؟ واقعیتش به این فکر می‌کردم بقا تو تهدید می‌کنه. آره. بعدها فهمیدم که اون چیزی که ما عمیقاً
میخوایم رفاه و آسایش و پول نیست. یعنی در واقع این چیزی بود که به جون من نشست. اما تو اون لحظه واقعیتش میشه گفت تصمیممو گرفتم و گفتم برم تو دلش، چون احساس میکنم این چیزی که دارم میرم تو دلش جنس منه و میارزه که این کارو بکنم. اما ترسایی که ازش حرف میزنی کاملا وجود داشت. بعد چی باعث میشه که احساس کنی که این از جنس توی؟ ما که چی دیدی که آدما از کجا میتونن تشخیص بدن که این زندگی که تو الان داری جنسشون هست یا نیست؟ من فکر میکنم اگر آدما توجه بکنن به حال خودشون، به اینکه خودشون رو تماشا کنن که چه چیزهایی اونا رو کامل به لحظه میاره، چه کاری وقتی انجامش میدی گذر زمان رو نمیفهمی، وقتی چه کاری رو انجام میدی احساس میکنی خیلی مفیدی، احساس کفایت میکنی، احساس خوشحالی میکنی، احساس میکنی من الان 10 دقیقه است دارم این کار رو میکنم و اصلا نفهمیدم چطور گذشت. اینا رو تماشا کنن 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه و این تایما رو پیدا کنن و هی بیشترش کنن. و تو چی دیدی تو خودت؟ که من همیشه آدمی بودم که دوست داشتم دور و بر موسیقی بچرخم، دور و بر کتابا بچرخم، یه چیزایی بنویسم، یه چیزایی بخونم، با آدم‌ها حرف بزنم. ذهن من همش پر از کلمه و جمله است. یعنی انگار مثلا دنیای اطرافم من بیشتر با کلمه ها ادراک میکنم. یه سری‌ها تصویری ان. تو تصویری؟ بله. من خیلی کلمه ایم، یعنی پر از جمله ام. دوست داشتم لابلای این کتابا باشم و بخونم و بنویسم و یه جای آروم. و بعد مثلا فیلسوفا رو میخوندم، کتاباشون رو، روانشناسا رو میخوندم. خیلی از این بزرگای تاریخ رو میدیدم که مثلا رفتن تو یه جای دنجی تو طبیعت زندگی کردن، یه جوری الگون بودن. دلم میخواست که اون کارو بکنم. آره تاثیر میگرفتم ازشون و مواجه شدم با ترس. و مواجه شدن با ترس به معنی عبور کردن ازشه، چون تو تا وقتی با یه چیزی مواجه نشی اون دنبالت رو میدوه، تو تا هر جا بدوی اونم دنبالت میدوه. اما وقتی به سمتش بدوی و حمله کنی ازش رد میشی و وقتی ازش رد میشی انگار یه مهی رو رد میکنی که بعدش یه بهشتی جلوت باز میشه. یه حس و حال عجیب غریب. و اون نقطه صفر برای من نقطه‌ای بود که به زرس قاطع به هر کسی که میرسم میگم اگر احساس کردی تو نقطه صفر زندگیت قرار گرفتی، خیلی به خودت توجه کن و قدر اون نقطه رو بدون، چون اون نقطه است که قرار تعیین کنه که تو قرار کدوم وری بری و خیلی نقطه زیباییه. حالا از این دید نگاه نکرده بودم به نقطه صفر، ولی خفنه. یه سوال میخوام ازت بپرسم. میخوام برگردم به شهر، ولی از این ایمانی که تو جنگل زندگی میکنه میخوام برگردم به شهر. خب تو قبلا تو شهر زندگی میکردی، تهران زندگی میکردی، ترافیک، کار، همین داستانی که هممون داریم الان که از روستا برمیگردی شهر، چقدر دیده عوض شده و چه چیزایش میره تو مخت؟ یا مثلا تو میگی من اینو چجوری تا الان نمیدیدم؟ آره اون اوایل که مثلا تو 1 سال اول که از روستا می اومدم شهر، میشه گفت که شهر رو نمیتونستم تحمل کنم، برام سخت بود. سرعت ذهن من اومده بود پایین، چون طبیعت روستا دیگه. آره طبیعت سرعتش پایینه. وقتی تو با طبیعت سینک میشی سرعت ذهنت میاد پایین، آرومتر فکر میکنی، آرومتر حرف میزنی، آرومتر عمل میکنی، صبورتر میشی، صبورتری. وقتی می اومدم شهر میدیدم که آدما خیلی سریعن، همه دارن میدوئن و حتی وقتی باهات حرف میزنن سریع حرف میزنن، انگار ذهن اون طرفی که داره باهات حرف میزنه خیلی تند داره عمل میکنه. و هی دلم میخواست با آدما بگم یه ذره آروم باش که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. و اوایل کم برام سخت بود، سریع کلافه میشدم و دوست داشتم برگردم. اما فکر میکنم 1 سال و نیم که گذشت، 2 سال اینا، شهر اومدن برای من خیلی فانه الان. یعنی دوست دارم که بیام شهر، مثل یه سفر. یعنی دوست دارم به شهر سفر کنم، دوست دارم توریست باشم تو شهر. خب یعنی دوست دارم بیس و مقرم تو. بعد چیا رو میبینی وقتی میای شهر که قبلا نمیدیدی؟ نور، خیلی نور شب. نور شب زیاد میبینم، چون اونجا خب به هر حال تو طبیعت این شکلیه که تو با غروب آفتاب تقریبا غروب میکنی. یعنی ما سعی میکنیم خیلی شب پرنوری نداشته باشیم. اما وقتی میای تو شهر یه نایت لایف عجیبی هست دیگه، مخصوصا تهران که تو ماه رمضان هم بیای که اصلا قصه فرق میکنه. نور زیاد، فست فود و آدمایی که به شکل عجیبی دارن میدوئن. و به این فکر میکنم که پسر همین 2 سال و نیم پیش، 3 سال پیش
بود که تو همین شکلی بودی و تو همین چارچوبا بودی و همین کارا رو داشتی میکردی. به خود یادآوری میکنی؟ میکنم آره. و همین به من یادآوری میکنه که چقدر راحت و خوب میشه یه تغییرات اساسی ایجاد کرد که عواقب اون تغییر تا یک عمر میتونه به تو کمک بکنه و این اتفاق داره برام میفته. خدا رو شکر. اون ویدیویی که دیدی که یاسین داره ساز میزنه و باعث شد که ببین الان میبینیش مثلا هر از گاهی بگی که این ویدیو باعث شد که مثلا اون ویدیو هیچ وقت بعد از اون ندیدمش. تو گوشی حسام یکی از دوستان بود که اومد ما رو دعوت کرد. الان حسام کجاست؟ حسام هم از تهران رفته اما تو شهر بابل داره کارهای خودشو میکنه، رستوران داری و این داستانا. اما تصویر اون ویدیو تو ذهنم هست. یعنی قشنگ هر موقع تصورش کنم یادم میاد که چی بود. آره و برام جالب بود. یه ساید خیلی مهمی توی متولد شدن دوباره وجود داره. هر پدیده‌ای تو زندگیمون 2 تا ساید داره که در نهایت همه اینا یکی میشن، اما به همون اندازه که متولد میشی به همون اندازه امیر پارسا میمیری. این خیلی ساید مهمیه. یعنی وقتی میخوای جا باز کنی برای چیزای جدید باید یه چیزایی رو اجازه بدی که برن. وقتی اجازه میدی که برن یعنی اجازه میدی که بمیرن. و وقتی اجازه میدی که بمیرن تو زندگی رو بهتر لمس میکنی. چون زندگی واقعا یک رقص بی پایان از مرگ و تولده. تو اگر بتونی توی این چرخه قرار بگیری باهاش برقصی انگار سوار موج جهان میشی. اینو من اینجا فهمیدم که تو اگر آمدانه اجازه بدی بخشایی از وجودت بمیره کمتر دردت میگیره تو زندگی. و من این کار رو کردم و از این به بعدم با کمال میل میکنم. عجب حرفی زدی. خب بعد میخوام الان یکم وارد زندگی طبیعتت بشم که رفتی تو روستا. چقدر طول کشید جا بیفتی؟ اصلا چالشات میخوام چی بود؟ مثلا رفتی تو روستا شروع کردی زندگی کردن. اولین چالشم صبح زود بیدار شدن بود. خب یعنی چی احساس؟ چون من تهران که بودم مثلا 10-11 بیدار میشدم. شاید زود خیلی کار داشتیم 9. اما اونجا طلوع که میکنه باید بیدار شی. چون روزت تو از دست میدی دیگه. روزت تو از دست اصلا یه جوری سر و صدا هست تو طبیعت. پرنده ها میخونن، کلاغا صدا میکنن، دارکوب میزنه، نمیدونم نور زیاد میشه. بعد همه اعضایی که اونجا زندگی میکنن شروع میکنن زندگی رو. وقتی هوا روشن میشه زندگی شروع میشه و تو عذاب وجدان میگیری اگر بخوابی. و اولین چالش من زود بیدار شدن بود، نخوردن خیلی از چیزایی که میخوردم، مثل فست فود، غذاهای فرآوری، رو آوردن به غذاهای طبیعی، ماست و لبنیات و که یه مقاومتی در برابرش داشتم اما بعدش شکستم اون مقاومت رو. دیدم که چرا اصلا باید مقاومت کرد در برابر همچین چیزی که انقدر ارگانیک و فوق العاده است. و جامعه‌ای که عوض شده بود، همون قسمتی که مرد یه بخشیش از این کلمه مردن برداشت ناراحت کننده‌ای نباید کرد، اما واقعا گروه دوستان، خانواده، تفریحات، آدم‌ها، همه ایناست که میمیره. با اینکه تو بعداً بهشون سر میزنی ها، اما از زندگی روتین تو کنار میرن. جا افتادن و دوست شدن و با محلی‌ها ارتباط گرفتن و این چه جوریه؟ حسش باحاله نه؟ خیلی باحاله. محلی‌ها چالش داشتی با این قضیه با محلی‌ها که تو بیشتر آرزو می‌کردم اونا با من چالش نداشته باشن، چون من خیلی دوست دارم با آدم‌ها رابطه خوب برقرار کنم. واسه همین اونجا هم سعی می‌کردم خیلی با همه مهربون باشم. و محلی‌ها هم به طرز جالبی موقعی که تو نقاباتو برمی‌داری با تو یکی میشن، چون ساده‌ان، خیلی نقاب ندارن و وقتی تو باشون مثل خودشون، مثل خودت، خاکی و تو یه لول با هم دیگه میرین جلو، اونا هم خیلی اوکی هن. آره. و پذیران حتما. آره. خب بعد از این چالش‌ها که بگذریم، تو وارد زندگی تو طبیعت شدی، شروع کردی زندگی کردن. سوالی که ازت دارم اینه، این که طبیعت چی بهت داده که تو رو اونجا نگه داشته؟ چی بهت داده که اسیرت کرده تو رو اونجا؟ اسیر که نمیشه گفت، ولی تو رو نگهت داشته. مهمترین چیزی که بهم داد خودم بود. خودت؟ آره.
من الان میفهمم که چقدر از خودم دور بودم. اصلا یکی از سوالی که ازت داشتم این بود که ایمان الانو با ایمان 5 سال 6 سال پیش که تو شهر زندگی می‌کرد چه تفاوتایی توشون می‌بینی؟ چه هم می‌خوام جسمی بگی، هم روحی، هم طرز تفکر، هم اعتقاداتت، همه چی. من یادمه که با یک کیسه دارو رفتم روستا. با یک کیسه دارو؟ آره، چون من یه شاخه از OCD به اسم هایپوکندریا که میشه وسواس بیماری، هنوزم کم و بیش درگیرش هستم اما بسیار کمتر. وسواس تمیزی و اینا یعنی؟ نه وسواس تمیزی اصلا نیست، ترس از بیماریه، ترس از بیمار شدنه. و بابت اون کارهای مختلفی کردم که درمانش کنم و در نهایت رسیده بودم به دارو درمانی. یه سری قرصا میخوردم. نکته جالب اینه که بعد از 3 ماه که تو روستا زندگی کردم یهو به خودم اومدم که راستی داروات کو، و رفتم کیسه داروامو از ته ساکم در آوردم و یادم افتاد که من دارو میخوردم و الان دارو نمیخورم. چون یادمه تهران که بودم سعی میکردم دارومو بذارم کنار، به همه سرگیجه میگرفتم، سخت میشد، هی میکردمش نیم 25 صدم، بعد قطع، بعد سرگیجه. اونجا از روز اول اصلا سمتش نرفتم و باکم هم نبود. و از لحاظ جسمی خب تنظیم شدن بدن با زمان طبیعت، مثلا تو با طلوع که نه، حالا با روشنی هوا بیدار شی، ناهارت رو سر وقت‌تر بخوری، با غروب کم کم آروم بگیری، شامتو زودتر بخوری، زودتر بخوابی، خواب عمیق‌تر، انرژی طبیعت زیاده، بالاست، به تو هورمونای خوشحالیت ترشح میشه اونجا. از لحاظ جسمی سالمترم، مطمئناً اینو میتونم حس کنم، شادابترم، سرپنجم یه جورایی نسبت به موقعی که شهر سرپنجه آماده رزمیه. آره، یه همچین حالی دارم، یعنی احساس میکنم میتونم بپرم، غلط بزنم راحت، سبکترم. آفرین. آره، این جسمی و روحی هم که میشه تا صبح راجبش حرف زد. آرومترم چون من خیلی عجله‌ای بودم همیشه. یکی از مهمترین دستاوردهای من تو طبیعت اینه که داره بهم یاد میده که چطور به زندگی توجه کنم، چیزی که دنیای امروز داره از دست میدتش. و چون اساسا من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که همین الان داره برامون میفته خود زندگیه. خود زندگی مهمترین اتفاقه. اما خیلیامون بی‌توجهیمون، نقص تمرکزمون، اینا رو جار میزنیم، با افتخار میایم بگیم که من ADHD دارم و حال میکنیم باش. مثلا میگرن قدیم همچین حالیه. خب بعد به حالت اگر ADHD داری، اگر داری فیکش میکنی که دیگه اصلا بدتر. چون تو اگه به زندگی توجه نمی کنی پس در واقع داری چی کار میکنی؟ مهمترین چیزی که داره اتفاق میفته خود زندگیه. خود زندگی همین. و طبیعت داشت به من یاد میداد که به زندگی توجه کنم، چون طبیعت دیگه خطرناک میتونه باشه. تا حالا خطرش احساس کردی؟ آره احساس کردم. از تیغی که تو جنگل میتونه بره تو دستت تا حیوانای وحشی که تو جنگل هستن و تو باید مراقب باشی. یعنی یادم یه روزی همینجوری تو جنگل داشتم قدم میزدم، از در مجموعه اومدم بیرون رو داشتم میرفتم پایین. من همیشه تا یه تایمی اینجوری قدم میزدم که انگار مثلا دارم تو ولیعصر قدم میزنم. بعدها فهمیدم که پسر تو داری تو جنگل قدم میزنی، یکم باید حواست جمع‌تر باشه. جمع باشه حواست. یه موجودی بالای درخت بود که خیلی بزرگ بود. ما بعدها هم نفهمیدیم که این موجود چی بود، اما وقتی داشتم رد میشدم یه درخت گردوی بزرگ بود سمت چپم، تو 5-6 متریم. یه موجود خیلی بزرگ روش تکون خورد و حرکت کرد. فهمیدم که این پرنده نپرید، یه چیز بزرگی تکون خورد. سعی کردم پنیک نکنم، ادامه بدم مسیرمو. ادامه دادم، یکم پایین‌تر با یک صدای قررش مواجه شدم که خیلی ترسناک بود. اولین ترس شدیدم تو جنگل اون شب بود. شبم بود؟ شب بود. شت. آره، من آورده بودم که سری غذا بریزم پایین اون تپه‌ای که مجموعه هست برای یه سری حیوونا. بعد این صدا رو که شنیدم خدا رو شکر که دوباره پنیک نکردم و همونو برگشتم و آروم آروم اومدم سمت مجموعه. اونم خیلی منو میل نداشت فکر کنم و این از سرم گذشت. این شد که فهمیدم خب اینجا
جنگله ولی اصل نیست و خیلی مراقب باشی. این یعنی اینکه توجه کن به راه رفتنت، یعنی توجه کن به محیط اطرافت. وقتی داری چند نفرمون توجه میکنیم که چطور از تخت میایم پایین، چطور میریم درو باز میکنیم، چطور مسواک میزنیم، چطور میریم سر کار، چطور حرف میزنیم، خیلی کمه. خود من به هیچ عنوان این کار نمیکردم. اما وقتی توجه میکنی همه حرکاتت شبیه یک رقصی میشه، انگار داری زیباتر زندگی میکنی، فقط با یک توجه ساده که طبیعت منو مجبور کرد. من آدمی نبودم که برم بخونم و بگم خب از این بعد میرم توجه میکنم، یه جورایی مجبور شدم. یاد داد بهم که توجه کنم و این بزرگترین دستاوردشه که البته هنوز دارم یاد میگیرم، خیلی جای کار زیاد داره. و ماجراجو بودن، چیزی که خیلی کم داشتم، چیزی که خیلی کم داریم. چقدر ماجراجویی میکنیم؟ اصلا مگه زندگی چیزی غیر از ماجراجوییه؟ الان دارم میفهمم که زندگی همینه، فقط ماجراجوییه. یه جمله باحالی داره داستایوفسکی، میگه اگر یه یوتوپیا به آدما بدی، یه جامعه آرمانی که پرفکته، هیچ کس هیچ مشکلی نداره، هر چی میخواد داره، اولین کاری که میکنن اینه که یه گندی میزنن که یک مشکلی ایجاد شه، که یه چیزی از کنترل خارج شه، که یک ماجراجویی آغاز شه. ما نمیتونیم ماجراجویی نکنیم، ما هانتر بودیم اصلا، ما نمیتونیم ماجراجویی نکنیم. اما چی کار داریم میکنیم با این بعد درونیمون جز سرکوب؟ خیلیامون تو چارچوبا نشستیم و تو محدوده های ذهنی که از ژنتیک، محیط، پدر، مادر، خانواده برامون زندان درست کرده و تو همونا زندگی میکنیم و آخرش هم میمیریم، تموم میشه. اما طبیعت و زندگی اونجا به من یاد داد که ماجراجویی چقدر قشنگه. یه سوالی دارم، اینکه تا حالا شده که خسته بشی از اینکه تو طبیعت داری زندگی میکنی، یا مثلا احساس کنی که طبیعت داره پست میزنه، یا اون حالی که همیشه از طبیعت میگیری و یهو نگیری، پریود بشه اصلا اینجوریه که چرا این به هم ریختم و دلیلش رو طبیعت بدونی؟ آره اینجوری شدم. من داشتم به این فکر میکردم که آیا طبیعت پسم زد، یا از اونجا خسته شدم، از دیدن آدمای زیاد و اکیپ‌های مختلفی هی میان و میرن خسته شدم. اما یادمه که دلم میخواست که برم تو شهر، دلم میخواست که برم یه چند روز تو شهر باشم. اینو یادمه. بعد چند وقت؟ فکر میکنم 5-6 ماه از شروع زندگیم تو طبیعت این حسو داشتم که دلم تنگ شده. برای یه چیزایی واقعا دلم تنگ میشد، هنوزم تنگ میشه. اما بعید میدونم طبیعت پسم زده باشه یا ازش خسته بشم، چون واقعا اونجا اینجوریه که هر ساعت که بهش نگاه میکنم یه شکله، حتی از لحاظ بصری هم تکراری نمیشه، فرق داره اصلا قابایی که میبینی. آره و خیلی عجیبه. 1 ساعت که زیاده، اصلا هر دقیقه به اون قاب بالا که نگاه میکنم، کورزل تو دیدی اونجا رو، هر موقع نگاهش میکنم یه شکله، هم خفن. خیلی زیباست، خیلی زیباست. خدا رو شکر بابتش، خدا رو شکر که اونجام. و فکر نمی‌کنم هیچ وقت خسته شم از زندگی کردن تو طبیعت. آره چون همش یه چیز جدید داره واسه داره. اونم نشه باشه، خودم یه چیز جدید واسه خودم رو میکنم، چون یه ابعادی از خودت میبینی. یه زمانی به من داد طبیعت که بتونم با خودم تنها باشم و وقتی با خود، چون اون سال اول ما تو طبیعت تو روستا زندگی کردیم، ما برق نداشتیم. من تقریبا 1 سال بدون برق زندگی کردم. یعنی روشنایی من فانوس و ریسه بود و حالا مثلا گوشیمو با تو روستای پایین شارژ میکردم، میآوردم، یه شارژ محدودی داشتم که خیلی هم ازش استفاده نمیکردم مگه اینکه بخوام مثلا چیزی سرچ کنم. اما زمان زیادی داشتم که هیچی نبود و تو تاریکی هم خب کتابم نمیخوندم، گوشی هم که میذاشتم کنار و مواجه میشدم با خودم به معنای واقعی کلمه. مواجه میشدم با خودم، خود لخت، خود. و اونجاست که یک ابعادی از خودت رو میبینی که سورپرایزت میکنه. چیا دیدی که سورپرایزت کرد؟ احساس کردم من خیلی خوب میتونم فکر کنم. احساس کردم که من میتونم تاثیرگذار باشم. احساس کردم که
خیلی کارهای بزرگی قراره انجام بدم، چیزایی که اصلا تو ذهنم نبود. من خیلی تیپیکال زندگی میکردم بدون ریسک، محتاط. فقط میخواستم بگذره، یه جوری بگذره زندگی. یاسین همیشه میگه همیشه میخوابیدی، میومدی روستا زندگی. اما بهم نشون داد که تازه باید بیدار شد تو این زندگی. تازه وقتی بیدار میشی متوجه میشی که آدما همه دارن تو خواب زندگی میکنن، تو خواب راه میرن، تو خواب قدم میزنن، تو خواب غذا میخورن، تو خواب بیدار میشن. وقتی یه ذره بیدار میشی میبینی که همش خوابه. و فوق‌العاده بودیم برام. این زمانی که طبیعت به من میداد و اون سبک زندگی به من میداد برای اینکه بتونم با خودم مواجه شم، بابتش خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خب یه سوال بپرسم راجع به اکیپایی که گفتی دیدی از وقتا خسته میشدیم. خواهم از مهمونایی که داشتی و میمدن تو روستا و تو میزبانشون بودی چه چیزایی تو مخی میدیدی، یا مثلا حتی خودتو مثلا میگی که منم قبلا اینجوری بودم، یا میدونی این تفاوتی که میدیدی چی هست که حالا هم خیلی از کسایی که میرن جاهای مختلف سفر میکنن شاید لازم باشه که بدونن و باحاله که بدونن و بدونن که خودشون از دید کسی که تو جنگل زندگی میکنه چه جوری دیده میشن. چه چیزایی مثلا میبینی که دلت مثلا میخواد بهشون بگی که کاش مثلا این کار نمی‌کردی، کاش مثلا مشروب نمیخوری اینجا. این یکی از بزرگتریناشه این که گفتی. چراشون بگو که چرا میخوای بگی که آدم مشروب نخورم مثلا تو طبیعت. ببین مشروب، نمیخوام ضد مشروب حرف بزنم، اگه بخوام میتونم حرف بزنم اما نمیخوام کار بکنم. چیزی که میتونم بگم اینه که تو رو سر میکنه، در همین حد سرت میکنه و سر که میشی یعنی توجهت کم میشه. وقتی توجهت کم میشه هیچی از اونجا نمیفهمی و وقتی هیچی از اونجا نمیفهمی در واقع اونجا برای تو کاری نکرده، اون سفر هیچ کاری برات نکرده. خیلی روتین و نرماله برای آدما که بریم شمال و یه جایی رو بگیریم و مشروب بخوریم و پارتی کنیم و این داستانا، اوکی باحاله. اما یکم به نظرم وقتشه که شروع کنیم به سفر یه جور دیگه نگاه کنیم. ببینیم اگه من دارم میرم توی یک بومی، توی یک روستایی، یک جایی، اون چه خصوصیاتی داره که من میتونم بگیرم، چه چیزایی میتونم اونجا تجربه کنم. و مشروب جلوی اینو کامل میگیره، چون تو دیگه همه میدونیم چرا. یکی از چیزایی که خیلی مهمه احترام به قوانین بومه، احترام به طبیعته که هنوزه با این همه تلاشی که میشه و فرهنگ سازی که حالا خود آدما میکنن، تو اقلیت هم هستن، کس دیگه ای نمیکنه، اما باز میبینیم که خیلی اتفاقات تأسف‌باری میفته. ببین مثلا این که تو جنگل آشغال نریزی، سیگار تو سیگارتو نندازی، اینا یه چیزایی که خب همه میدونن. خب چه چیزای دیگه هست که اگر آدما بدونن خفنه. به طور مثال من یه چیز جالبت بگم. ما یه باری سفری رفته بودیم، یادم نیست واقعا کجا رفته بودیم، یه اکیپی رفته بودیم، کاپل هم بود بینمون و اون کسی که با همون بود گفتش که بچه‌ها تو این منطقه که داریم رد میشیم حتی مثلا دست همدیگه رو گرفتن یا یک تاچی که شما کاپلت رو تاچ میکنی، پارتنرت رو تاچ میکنی، به طبیعت اینجا آسیب میزنه، به مردمان اینجا آسیب میزنه. در این حدش رو حس نکرده بودم. نه میگم که این مثلا این چیزی که من هیچ وقت توجه نمی‌کردم که یه همچین چیزی ممکنه که اون قضیه رو آسیب بزنه. میگم که تو چه چیزایی رو به نظر میاد؟ دقیقاً چیزی که می‌خواستم بگم مربوط به همین داستاناست. مثلا یه چیز ساده، صدای حتی بلند حرف زدن. مثلا وقتی تو جنگل داری راه میری، داد زدن و اسپیکر آوردن و موزیک گذاشتن و نمیگم بده ها، تأثیر بدش هم نمیشه اندازه گیری کرد که بیام رو کاغذ نشون بدم که انقدر تأثیر بد گذاشتی، اما همون کار کلی پرنده از رو درخت میپره میره، کلی حیوان میترسه و مهمتر انرژیشو به هم میریزه. تو خودت هم نمیفهمی که کجا اومدی، خودت هم نمیفهمی که چه خبره، چون صدای طبیعت خودش موسیقیه. اصلا اینکه تو بخوای موسیقی ببری تو جنگل و حالا اگه کانسپت داستان پارتیه تو جنگل و این داستانا من نمیدونم، اون کانسپت خودشه، اما اگر تو میخوای از طبیعت استفاده بکنی، از طبیعت استفاده بکن. چیزایی که گفتی، آشغال نریختن، سیگار ننداختن، برای آتیش درست کردن شاخه نشکوندن و سر و صدای الکی نکردن، فکر میکنم و احترام به قوانین بوم یکی از چیزایی که واقعا
دوست دارم آدما بدونن تو هر بومی که میرن، از نظر من هر جایی که هستی هر جور دوست داری زندگی کنه، اما اگر وارد یک بومی میشی که سالهاست یا آدمای اونجا دارن زندگی میکنن، هر قانونی که دارن بهشون احترام بذار و تو داری وارد بازی اونا میشی، اونا رو وارد بازی خودت نکن. این یکی از چیزایی که من تو این سالها میبینم. آره، و بزرگترین چالش ما با آدماییه که آره این احترام ها رو ندارن و مشروبه که خب اکثر داستانا درست میشه. یک سوالی دارم، تقریبا میشه گفت سوال پایانیمه، این که البته نه سوال پایانی نیست، یه سوال دیگه دارم. این لایف استایلی که تو داری و به دستش آوردی به نظرت برای همه مناسبه یا اینکه نه همه نمیتونن داشته باشن یا اصلا همه لازم نیست داشته باشن؟ چون خیلی ها هستن که اصلا 10 نفر 9 نفر اینجوریه که من دارم جنگل میخواد و فلان میخواد و همه هم واقعا شاید دوستش داشته باشن. آره. واقعا دوستش دارن. آره مثل یه فانتزی میمونه به هر کی میگه وای تو جنگل. همه که این فانتزی رو فکر کنم دارن که من تو فلان سن میرم همه چی رو میکنم میرم جنگل، یه کتابخونه و یه کلبه و فکر نمیکنم نسخه همه باشه. اوکی. فکر نمیکنم. چراش هم میخوای بگی یا اصلا نمیدونی؟ مطمئن نیستم. مطمئن نیست. نه. خب من این سری کلمه میخوام بهت بگم. بعد یه کلمه راجع به این کلمه ها بهم بگو، چیزی که میاد تو ذهنت، اولین چیزی که میاد تو ذهنت. خب ساز، گالری، شب، فانوس، سرخپوستا، رپه همه رو باید باز کنی، از وای عشق، آیدا، عزیزم، شجاعت، امیر پارسا. واقعا اولین چیزی که به ذهنم رسید. آره مرسی، ممنونم ازت. رهایی، جنگل و جنگل، رهایی. خب راجع به سرخپوستا یکم میخوام بازش کنم. کلا میخوام بپرسم این سری از خاطراتی که تو روستا زندگی داشتی که خیلی بولد شده تو زندگیت و اون داستان دار شده اصلا مونده تو ذهنت. یکیش که به نظر من سرخپوستا اصلا نمیدونم. آره حتما. تو هم خیلی سازشون رو یاد گرفته بودی. میخوندی موزیک، یادم تمرین میکردی اصلا موزیکشون رو. من عاشق شده بودم. من اصلا عاشق اون چیزی که میدیدم شده بودم. اصلا فکرشو نمیکردم که بچه‌ها میگفتن یه سری سرخپوست مهمونمونن قرار بیان، ولی من اصلا فکر نمیکردم که واقعا سرخپوست قرار ببینم. و سرخپوستای آمازون بودن که هنوز توی قبیله زندگی میکنن یه سریاشون و این خیلی جالبه برای من. با همون استایل و با همون قصه و ظاهری که میشناسیم سفر میکنن و حالا به دلیلی راهشون میفته و میان روستا زندگی و من میبینم و از لحظه اول متحیرم از دیدن یک گروهی که کاملا یه جور دیگه زندگی میکنن، سنت‌های دیگه یعنی خیلی فراتر از تو حتی، یعنی تویی که تو روستایی باز یعنی احساس میکنم دید آدمای شهر نسبت به تو همون دیدی که تو نسبت به اونا داشتی. شاید همینطوره. شاید حتی این اختلاف بین من و اونا بیشتر از اختلاف بین من و آدمای شهر بود. همه چی خیلی متفاوت بود دیگه. انرژیاشون خیلی سبک بود، خیلی اهمیت فکر کنم لابلای این همه مهمونی که ما باید درگیر فرهنگ سازی و آموزش باشیم بهشون که چطور با طبیعت سر کنید، ما شروع کرده بودیم به یاد گرفتن که چطور با طبیعت باید برخورد کنیم و اینا خیلی از ما به شکل اگزاجره تری این کار رو انجام میدادن. مثلا یادمه که میخواستیم دور آتیش بشینیم، یه کنده چوب بردیم که بذاریم بشینه، پژه بود اسمش، بزرگ قبیله بهش میگفتن پژه. فکر میکنم 10 دقیقه داشت سوال میکرد که این کنده از کجا اومده، کی بریده، کجا بریده، از چه درختی بریده شده، فقط برای اینکه بشینه و براش مهم بود که چه برخوردی با طبیعت میکنه. یا مثلا میخواستن عکس بندازن تو طبیعت، تو جنگل، رفته بود یه چوب برداشته بود آورده بود گرفته بود تو بغلش، بعد عکس رو گرفته بودن، عکس که تموم شده بود چوب رو پاک کرده بود رفته بود گذاشته بود دقیقاً همون جایی که برداشته بود، دقیقاً سانت به سانت. یعنی در این حد سعی میکنن ردی از خودشون به جا نذارن، حالا
تو ببین دیگه ما چی کار داریم میکنیم، صد میزنیم، مسیر رود رو عوض میکنیم، نمیدونم آبی که اینجا باید بخار شه میره اونجا بخار میشه، اصلا سیستم رو میرسیم به هم. و خیلی براشون مهم بود که آتیش رو یه نفر درست کنه. وقتی یکی داره آتیش درست میکنه کسی دخالت نکنه. یا مثلا تو سیگار یا دستمال بندازی تو آتیش، یه جورایی بی احترامی به اون کسی که داره آتیش درست میکنه. و بسیار مهربون، آدمای جالب، سبک، خیرخواه، خیر برسون. تجربه فوق‌العاده‌ای بود برام، خیلی دوستشون دارم هنوز. خاطرات دیگه هست بخوای بگی روز زندگی، این تجربه زندگی 3 ساله‌ای که داشتی؟ الان 3 سالته؟ یعنی الان 3 سالم 2 سال و نیمم تقریبا. آره قشنگ مثل یک موجود 2 سال و نیمه هم امیر پارسا. قشنگ میفهمم که 2 سال و نیمه 20 سالت بشه چی؟ همین قشنگ هیجان زدم. منم باشم دوره با هم صحبت کنیم حتما. آره روستا زندگی برای من همش خاطره است. از لحظه‌ای که وارد شدم، آدما، یاسین، دنیا، راجع به عشقی که گفتی نمیخوای حرف بزنیم؟ چرا؟ خیلی قصه جالبی داره. من اول یه سوال نوشته بودم راستش بخوای نپرسیدم ازت، ولی الان خب یه جوری دیگه‌شو میپرسم. می‌خواستم بپرسم دلبستگی عاطفی داشتی اون موقعی که شهر رو ول کردی و رفتی تو جنگل یا نه؟ و آیا اصلا دغدغت بود که اگه من بیام اینجا خب این ساید از زندگیم چی میشه؟ زندگی عاطفیم یا دغدغه که عشق اصلا چی میشه؟ فکر می‌کنم تو رابطه بودم وقتی اومدم که دیری نپایید. فکر میکنم تو رابطه. آره هم ولش کردم الان مطمئن نیست. آره یادم نیست اون واقعیتش. و خیلی زودم اگرم بوده که تموم شده. اما واقعیتش رو بخوای همین پارسا، با خودم رفتم تو رابطه. اگر برداشت بد آدم ها نکنن از این هم. و وقتی با خودت میری تو رابطه حداقل یه تایمی رو میخوای برای اینکه با خودت تو رابطه باشی. و این دغدغه رو نداشتم و انصافاً این رو میتونم بگم که وقتی با خودت میری تو رابطه و وقتی میفهمی که میتونی با خودت باشی و خرسندی زندگی رو در خودت پیدا بکنی، اونجاست که وقتشه یه نفر باهات همراه شه. و با تو همراه شده الان و شد. آره میخوای کم بگی چجوری اگه دوست داشتی؟ آره ما طبق روال عادی کار و روزمرگی مهمون داشتیم و مهمونمون 2 تا دختر بودن که یک نفر با مادرش بود و دوستش. اومدن 3 نفری. لحظه‌ای که اومدن یادمه من داشتم کار سیمانکاری میکردم، یعنی داشتم به دیوار سیمان سفید میزدم، بعد با لباس کار و دستکش و اینا. بعد لحظه‌ای که وارد شدن من سلام علیک کردم و گفتم که بچه‌ها کار میکنید؟ و هر دوشون استقبال کردن، گفتن که آره کار میکنیم. من رفتم لباس کار براشون آوردم و دستکش و لباس کثیف و مثلا یه حال عجیبی. اومدن و این نقطه اولی بود که برام جالب بود چقدر در همون لحظه اول اومدن شروع کنن به کار کردن. یکی از دخترها آیدا بود. آیدا گوشیش رو از تو جیبش در آورد و میخواست قفل گوشیش رو باز کنه و با دماغش این کارو کرد و برگشت یه نگاه به من کرد، گفتش که دماغ بزرگ به همین دردا میخوره. و من اون سطح از رهایی از ظواهر برام خیلی جذاب بود. اولا که تو فرست ایمپرشن، نگاه اول برام آدم جذابی بود، اما بعدش که دیدم این آدم چقدر رهایی از این قصه ها، انگار تیک دوم خورد و همونجا بالاخره یه لبخندی و بعدش هم که دیدیم که کلی با هم دیگه حرفای مشترک داریم و میتونیم وقت بگذرونیم و حرف بزنیم و این قصه هم خیلی آروم آروم شکل گرفت و ما تا الانم این قصه رو توش با هم همراه شدیم. یعنی آیدا اومد کنار من دوستا زندگی داره زندگی میکنید پیش چقدر خفن. امیدوارم که همیشه با هم خوشحال بمونیم. مرسی. حرفی هست که بخوای بزنی؟ چون حرفای من تمام شد. مطمئنم که تو صبح حرف هست که بخوای بزنی. همینطوره. اینقدر من لذت بردم و دیدگاه گرفتم ازت. یعنی حرفایی که آدم بهش فکر میکنه واقعا. من که اینجوری ام، امیدوارم که بقیه هم اینجوری باشن. امیدوارم. دوستم چون میدونم که چه خبره و چقدر آدما
احساس ناامیدی دارن، دوست دارم که بگم فقط به چشم یک بازی و یک ماجراجویی به قصه نگاه کنیم، خسته نشیم، بریم جلو. شاید بهشت ما جایی میان ناشناخته ها منتظرمون باشه. بهشت من تو ناشناخته ها بود، ماجراجویی رو فراموش نکنیم. این بازم بحث ایجاد میکنه که بهشت تو ناشناخته ها بود. یه جمله دیگه راجبش میگه که هم بازش کنیم. چند تا جمله بگم؟ آره لطفا. من فکر میکنم آدما خیلی درگیر دانسته هاشونن. فلان چیزی که میدونم، اونجا که رفتم فلانیو میشناسم، اون کارو کردم، و همین دانسته های ما برای ما یک چارچوب و یک محدوده ایجاد میکنه و ما رو زندانی میکنه و متأثر از منیتمونه. اصلا دوست داریم جار بزنیم چیزایی که میدونیم، اما چقدر نمیدونی، چه جاهایی نرفتی، کیا رو ندیدی، چیا رو نمیشناسی. چون ما ماجراجوییم، اینو اول صحبتامون گفتم، و وقتی ماجراجویی میکنی و میخوای واقعا بری ببینی چی میشه، یهو به این نتیجه میرسی که او پسر، واقعا بهترین دوست من تو ناشناخته ها منتظرم بود، تو چیزی که اصلا فکر میکردم مال من نیست، یا نمیخواستم امتحانش کنم، یا میترسیدم، یا ریسک بود، یا هرچی. بهترین اتفاق زندگیم تو اون ناشناخته برام افتاد و این چیزیه که واقعا بر من اتفاق افتاد. میتونم بگم که در تو هم همینطور. آره من خیلی عجیبه. تو میگی راجبش؟ نه. اگه اجازه میدی الان. حتما. خب ایمان خیلی مرسی که از خودت صحبت کردی و دمت خیلی گرم که وقت گذاشتی. مطمئنم که باز هم با هم صحبت میکنیم. اینقدر حرفا جذابه که دلم میخواد واقعا بارها بشینم راجبش با هم گپ بزنیم. و یه جمله‌ای من همیشه دوست داشتم که اجراش بکنم، اونم این بود که یاد بگیرم که یاد بدم. هر آنچه که یاد میگیرم و یاد بدم و اینو یاد بگیرم. صحبت با تو هم دقیقاً همینجوری که دلم میخواد بشنوم و به بقیه میگم بیاین بشینین گوش کنین که ببین چقدر خفن. و واقعا مرسی که وقت گذاشتی. مرسی از خودت که این بستر رو فراهم کردین. خیلی خوشحالم. مرسی از شما که گوش کردین تا اینجای کار و اگر دوست داشتین سابسکرایب بکنین که اپیزودهای بعدی رو دست ندین. دیگه چی میگفتیم؟ همینا خوب بود دیگه. لایک هم که اگه دوست داشتین لایک کنین و دمتون هم خیلی گرم. مرسی که تا اینجا با ما بودین. تا قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار. کات